صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا، تو حامی و هادی مایی، تو نیکویی و تو حیات و هستی مایی. هرچه داریم از آن توست، جان ما، مال ما، هستی ما، همه به تو تعلق دارد و بدون تو هیچ هستیم. خدایا، به درگاهت آمده ایم تا از تو تقاضا کنیم که در این راه زندگانی با ما باش، چه در ایام نیاز و فقر و چه در ایام شادی و ثروت، چه در ایام موفقیت و چه در زمان شکست. خداوندا، تو ما را خدا و رهبر باش. شکرت می‌کنیم ای قدوس یکتا که محبت خودت را در عیسی مسیح به ما انسان‌ها به نحو مخصوصی آشکار ساختی و به ما نشان دادی که اگر صادقانه به حضورت بیاییم و مصلحت و خواست تو را جویا شویم، تو نیز از روی رحمتت آن را بر ما آشکار می‌کنی و ما را در طریق خود هدایت می‌نمایی. ای خدا، قلب‌های ما تشنه تو است و وجود ما طالب تو. تمنا این که در این ساعت فروغ جاودان و ازلیت را بر قلب‌های ما بتابان تا در نور روی تو این عمر کوتاه را به سر بیاوریم. این دعا را به نام نامی نور عالم و فروغ جاودان، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، ایمانداران و طالبان راستی، فیض و شادی خدا یکتا بر شما باد و تسلی حضور روح القدس قلب‌های شما و خانواده‌تون رو پر کنه. امیدوارم که روز خود را در امید به او به سر بیاورید و ای عزیزان، کلام خدا میگوید که من و شما اگر با ایمان خودمون رو واقعا تسلیم او کرده باشیم، اگر روز و زندگی خود را تسلیم خدا کرده باشیم، مطمئن باشید که امروز و حتی در این لحظه آرامش خدا را خواهید یافت. آرامش خدا که مافوق از عقل بشری می باشد و انسان نمی تواند آن را درک کند. اصل ایمان و دوم خواستن است. اگر ایمان داشته باشید که خداوند محبت است و شما را دوست دارد و بعد از او بخواهید، مطمئن باشید که خدا به دعای شما پاسخ می‌دهد. این حقیقتی است که هر روزه در سرتاسر عالم میلیون ها میلیون مسیحی آن را تجربه می‌کنند. هر روز روح خدا را در وجود خود احساس می‌کنند، قدرت خدا را، حضور خدا را، و روح القدس آنان را نه فقط تسلی و آرامش عطا می‌کند، بلکه عطایای سماوی نیز به آنها عطا می‌کنه و شادی بودن با خدا را ما تجربه می‌کنیم. دعای من این است که شما عزیزانم نیز
در این شادی آسمانی شریک باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام مقدسی که خدا به ما عطا کرده است آیات شریف را خدمتتون میخونم و سپس با دادن توضیحاتی نکاتی که در درکش برای بعضی از شما عزیزان مشکل تشریح میکنم، به این امید که همه به معنی و مقصود آیات پی برده و با دانستن حقیقت زندگی خود را در طریق سماوی و اراده الهی به سر آورید. برای این منظور و در ادامه مطالعه کلام خدا به انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا روی می آوریم و فصل 7 از آیه 31 کلام خدا را قرائت می کنیم. از شما دعوت می کنم که اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به این قسمت بگشایید تا با هم آیات را دنبال کنیم. اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که تازه به جرگه ما پیوسته اید و کلام خدا رو در اختیار ندارید ولی مایل هستید اون رو به زبان مادریتون در اختیار داشته باشید، می توانید اون رو از ما تهیه کنید. آدرس رو در پایان مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در تورات مقدس انبیای مختلفی نظیر دانیال، اشعیای نبی، ارمیا و حضرت داوود و ملاکی نبی وقتی که درباره مسیح موعود یا نجات دهنده جهان یا کسی که عامل حیات بشریت می شود نبوت و پیشگویی کرده بودند، اعلام نمودند که پیشرو و یا ندا کننده ظهور خواهد کرد تا مردم را برای ورود آن موعود مقدس و آن یگانه منجی آماده سازد. و سپس با تشریح کردن کار و صفات او به مردم اطلاع دادند که وقتی چنین کسی با این نشان و علائم ظهور کرد بدانید که ظهور نجات دهنده موعود بر در است. سرانجام مطابق زمان و نقشه خدا این پیشرو یا این ندا کننده یا این کسی که راه خداوند را مهیا می کند ظهور نمود و او کسی جز یحیای تعمید دهنده نبود. او مردی بود پر از روح خدا و با قدرت خدا و برای همین با جسارت و شهامت تمام در برابر هر نوع شرارت مقاومت کرده و حقیقت را هرچند مشکل و به ظاهر زیان آور بود بیان می‌کرد، به طوری که حتی فرمانروا یا پادشاه کشور را شدیداً به خاطر گناهی که مرتکب شده بود توبیخ نمود و در ملای عام اشاره کرده گفت که این مرد گناه کرده و همین امر سبب شد که به زندان افتاده و سرانجام به خاطر بیان حقیقت و ایستادگی در برابر ظلم و شرارت شهید شود. وقتی که در زندان بود عیسی مسیح درباره مقام و بزرگی یحیی و اهمیت مأموریتش با مردم سخن راند و بسیاری از شنوندگان پیام از اینکه آنان گفتار یحیی را پذیرفته و از او غسل تعمید گرفته بودند شادمان شدند، خوشحال شدند، دانستند که عمل درستی رو انجام دادند. اما رؤسای دینی و بزرگان قوم طبق معمول به حرفای یحیی اهمیتی ندادند، هرچند میدونستند که او مردی مقدس و برگزیده خدا بود. قبول کرده بودند که او نبیه، اما حاضر نشدند که کلام او را بپذیرند. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه. ماها ممکنه به خیلی چیزا ایمان داشته باشیم، قبول کنیم که مثلا مسیح برگزیده خداست، ولی کلام او را نپذیریم و این امر البته سبب بدبختی و فقر روحانی ما میشه. رؤسای دینی یحیی را نبی خدا میدانستند ولی حاضر نشدند که کلام او را بپذیرند و در برابر مردم حاضر نشدند اعتراف به گناهکار بودن یا خطاکار بودن خودشون بکنن و در واقع غرور خود را بشکنن. برای همین بود که از یحیی غسل تعمید نگرفتن. عملاً و نه زباناً، دقت کنید، عملاً و نه زباناً میگفتن که آنها گناهی ندارند و در نتیجه نیازی به توبه و یا بخشش از طرف خدا هم ندارند. این طرز فکر خودشون بود. حالا از آیه 31 عیسی مسیح رو به این ملایان مغرور مذهبی میکنه و آنها را به خاطر سخت دلی و رد کردن پیام خدا شدیداً نکوهش میکند و به حال آنها تأسف میخورد، زیرا ظاهراً مردم و خدا را خدمت میکنند اما باطناً از خداشناسی هیچ چیزی نداشتند. و این عزیزان بایستی بگم که این ممکنه حالت من و شما نیز باشه که ظاهراً خدا را خدمت میکنیم، ظاهراً خدا را میپرستیم، ظاهراً دعا و روزه میکنیم، میگیریم، ولی باطناً
از خدا فرسنگ‌ها فرسخ دور هستیم. حالا به چنین کسانی که خود را فقط فریب می‌دهند عیسی مسیح سخن می‌راند، چه بسا به من و به شما. گوش کنید به آیات شریف. می‌فرماید آنگاه خداوند گفت مردمان این طبقه را به چه تشبیه کنم و مانند چه میباشند؟ اطفالی را میمانند که در بازارها نشسته یکدیگر را صدا میزنند و میگویند برای شما نواختیم، رقص نکردید، نوحه گری کردیم، گریه ننمودید. زیرا که یحیای تعمید دهنده آمد که نه نان میخورد و نه شراب میآشامید، میگویید که دیو دارد. پسر انسان آمد که میخورد و میآشامد، میگویید که اینک مردی است پرخور و باده پرست و دوست باجگیران و گنهکاران. اما حکمت از جمیع فرزندان خود مصدق می شود. در این آیات عیسی مسیح توجه ما را به ذات و نیت انسان، علی خصوص افرادی که ادعاها دارند می کند. ادعا می کنند که خیلی بسیار مهم هستند یا خداپرست هستند یا از خدا خیلی چیزها می دانند، ولی در واقع هیچ هستند. حالا اجازه بدید معنی این آیات را براتون بگویم. در آیه 31 عیسی مسیح می فرماید مردمان این دوره یا این طبقه را به چه تشبیه کنم؟ مقصود از مردمان این طبقه همان رؤسای مذهبی و مخصوصا فریسیان بود که تعلیمات یحیی را رد کرده و از او تعمید نگرفته بودند. سپس در آیه 32 مسیح میگوید این ملایان دینی مثل اطفالی هستند که در خیابانها بازی میکنند و چون بعضی از رفقای ایشان میخوان بازی عروسی بکنن و نی میزنن تا شاد باشن، این اطفال حاضر به رقصیدن نیستن. حاضر نیستن که در شادیشان شریک بشن و با مردمان بجوشن. پس آن رفقا شروع به بازی عزاداری میکنن. باز هم این اطفال حاضر نمیشوند که در نوحه سرایی و عزاداری شرکت کنن. به عبارت دیگر وقتی شادی میکنن مردم میگن شادی بده، وقتی نوحه گری میکنن میگن اونم بده. حالا مسیح میگه به همین طور فریسیان یا ملایان دینی با هیچ چیزی موافق نبودن. زیرا یحیای نبی ریاضت میکشید. پیامبری بود که اهل ریاضت و مردم را به توبه و گریه به خاطر گناهانشون دعوت میکرد. مردم را دعوت میکرد که از اعمالشون، اعمالی که باعث عدم رضایت خداست، دست بکشن. مردم را دعوت میکرد که به سوی خدا بازگشت کنن و برای اینکه به آنها بگی شما بازگشت کردید علامتی داشته باشید، یعنی غسل تعمید. ولی فریسیان حاضر نشدند حرفای او را بپذیرند. حالا عیسی مسیح که برخلاف یحیی آزادانه با مردم معاشرت میکرد، برخلاف یحیی که در بیابان بود، مسیح در مجالس مردم شرکت میکرد و آنان را به شادی نجات دعوت مینمود، باز فریسیان میان و از عیسی خردگیری میکنن و یا مسیح رو رد میکنن، از پذیرفتنش ابا میورزن. چرا؟ چون مسیح برخلاف یحیی رفتار میکرد، یعنی با مردم معاشرت میکرد. در واقع در اینجا میبینیم که دین یا مذهب برای ملایان مثل یک نوع بازی بود و مسیح آن را بیان میکنه. میفرماید این ملایان همانند اطفال بی اراده هستند که هرگز از هیچ چیزی که مردم میکنن خوشنود نخواهند شد. در آیه 33 میفرماید که یحیی نه نان میخورد و نه شراب میآشامید. غذای یحیی ملخ و عسل بیابان بود و برای همین رؤسای دینی میگفتن که یحیی نمیتونه از طرف خدا باشه. چرا؟ چون مثل حالتش مثل یک حالت وحشیه، شخص وحشی میباشه. میگفتن یحیی حتی روح پلید داره. چقدر این پیشوایان دینی کور بودن که روح القدسی رو که در روح یحیی بود، در وجود یحیی پیغمبر بود، روح پلید میدانستن. بعدها هم همین حرف را راجع به عیسی مسیح میگفتن. روح خدا را روح پلید پنداشتن. میدونید چرا؟ دوستان، به خاطر اینکه بصیرت روحانی را نداشتن. و به قول حضرت یوحنا کسی که بصیرت روحانی رو نداره کوره. او میگوید آنها تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. دوستان، نور خدا یا کلام خدا
یا زندگی و شخصیت مسیح عیب‌ها و ضعف‌ها و گناهان ما را آشکار می‌کند و وقتی که آشکار می‌کند آدمی مختار است که چه چیزی رو برگزیند. دو عکس العمل میتونه داشته باشه: یا خدا را به خاطر نوری که تابانیده شکر می‌کند و سپس از خدا می‌خواد که این عیب‌ها و این تقصیرها، این گناهانی را که نشون داده برطرف سازه، و یا عصبانی میشه و بر علیه نور قیام میکنه. یعنی حاضر نمیشه بپذیره که ضعیف و ناتوان و گناهکاره و در نتیجه کلام خدا رو رد میکنه. و وقتی کلام خدا مثلا میگه که ما گناهکاریم، همه انسان ها گناه کردیم، گردنش رو بالا میگیره و میگه که یه حرفا چیه؟ من کی گناهی کردم؟ من آدمی پاکی هستم. زود خود در برابر کلام خدا یک حالت دفاعی میگیره و حاضر نیست که بپذیره که بله، من با تمام حکمتی که به ظاهر دارم ممکنه خطا دارم میکنم. کلام خداوند دوستان عزیز در واقع آینه است که ما میتونیم خودمون رو در آن ببینیم و وقتی که آینه ما رو به ما نشان میدهد خودمون رو باید بشکنیم، نه اینکه آینه را، چون آینه شکستن خطاست. دوستان عزیز، این عکس العمل من و شما هم در برابر نور است. ممکن است امروز نور خدا در قلب و وجود ما بتابد. در نتیجه من و شما در برابر کلام خدا یکی از این دو عکس العمل را خواهیم داشت: یا آن را میپذیریم و یا آن را رد میکنیم. کسانی که وقتی در برابر نور خدا قرار میگیرند و کلام خدا گناهانشون رو آشکار میکنه و بعد توبه میکنن و خود را تسلیم خدا میکنن، آنان وارد ملکوت خدا خواهند شد. مسیح برخلاف یحیای تعمید دهنده مرتاض نبود، بلکه در میان مردم زندگی میکرد تا به آنها تعلیم بدهد که چگونه باید زندگی مقدسی رو در این دنیا داشته باشند. به آنها نمونه میداد، نه فقط تعلیم میداد بلکه نمونه میداد. خودش عملاً به آنها نشون میداد که چطور باید رفتار و زندگی کنند. او همان غذایی که مردم میخوردن میخورد، همون شرابی که همه مردم آن زمان به استثنای مرتاضین خیلی سخت میآشامیدن مینوشید. لازم است که در اینجا اشاره کنم که شراب در شریعت موسی ممنوع نبود و مردم آن زمان آن را مثل چایی که امروزه در میان ما متداول است استعمال میکردند و همونطوری که میدونیم برای بعضیا این امر غیر قابل قبوله، ولی بایستی پذیرفت که در آن زمان آب پاکیزه در میان مردم و شهرها همون شراب بود. البته عیسی به هیچ وجه شراب زیاد نمی آشامید، زیرا خود او اعلام کرده که مستی از گناهان بزرگ است، ولی کاملا در این حال آن را قدغن نکرده است. در اینجا لازمه که دوستان عزیز بگم زیاد خوردن غذا یا زیاد نوشیدن شراب یا چای یا انجام هر کاری که برای خود ما و دیگران مضر باشه از نظر کلام خدا گناه محسوب میشه. حالا خیلی از دوستانی که مسیحی نیستند در اینجا خورده میگیرن که اگر مسیح نجات دهنده است، اگر از جانب خداست، پس چرا شراب که چیزی بسیار مضری است نوشیدن را حرام نکرده و حتی خودش هم نوشیده است؟ چرا اجازه داده چنین چیز مضر و بسیار مخرب کننده در اجتماع باشه و حرام نباشه؟ دوستان عزیز، در اینجا بایستی به نکات حساسی توجه داشته باشید. اولا کلام خداوند به ما این دستور رو داده که از روح خدا پر شویم و مست شراب نشویم. دقت کنید، خود شراب چیز بدی نیست. بله دوستان، خود شراب چیز بدی نیست، بلکه نحوه مصرف آن مضر و بد و خطرناک است و حتی باعث مرگ مصرف کننده هم می باشد. دقت کنید، مسیح خوردن شراب را حرام نکرده، اما اسراف در آن و استفاده غلط آن را گناه دانسته است و برای همین است که همونطوری که گفتم کلام خدا میگوید شما ای انسان‌ها مست شراب نشوید که در آن فجور، زشتی، پستی است، بلکه شما از روح خدا پر شوید. این نکته است بسیار حساس. دارو، هر نوع دارویی که شما بگید، حتی از آسپرین گرفته تا پنیسیلین، خود آنها بد نیستند، ولی اگر زیاد از آن استفاده کنی باعث مرگ میشن، باعث نابودی انسان میشه. بنابراین موضوع اینه که نحوه شراب رو که چطور اون استفاده میکنید بایستی بدونیم.
در اکثر داروها 99% داروهایی که انسانها برای شفای خودشون استفاده میکنن الکل وجود دارد. خب اگه بگیم شراب حرامه، مقصود همون الکل حرامه. اگه حرامه پس نبایستی اصلا هیچ دارویی هم بنوشیم یا بخوریم. بر همین کلام خدا میگه خود شراب گناه نیست، چیز بدی نیست. درست مثل سنگ میمونه. خود سنگ چیز بدی نیست، ولی اگه کسی بیاد یه سنگی رو ورداره و بزنه سر یکی و یک طرف رو بکشه، آن وقت استفاده غلط آن باعث بدبختی و نابودی شده. به همین طور شراب هم. حالا معنی آیه 35 اینه که حکمت خدا یعنی دین حق در اینجا مخصوصا معنیش اینه که یحیی و عیسی دین حق هستند، برخلاف فریسیان و ملایان دینی که دین ناحق داشتند. و مقصود از فرزندان حکمت همان شاگردان یحیی و عیسی مسیح می باشند و مصدق در اینجا به معنی عادل شمرده شدن است. بنابراین می توان این آیه را بدین دو طریق تعبیر کنیم که اول فرزندان حکمت دانسته و شهادت می دهند که حکمت عادل است و یا حق عدل است و از هر نوع عیب و نقص مبرا می باشد، و دوم اینکه اعمال نیکوی فرزندان حکمت بر حقانیت و عدالت حکمت مسیح شهادت میدهد. به عبارت دیگر اعمال ما ثابت میکنه که مسیح حق بوده است. شاگردان یحیی و شاگردان عیسی مسیح به وسیله اعمال نیکوی خود به همه ثابت نمودند که حکمت از آن ایشان است و نه از فریسیان. و اما از آیه 36 الی 50 موضوع تطهین شدن عیسی مسیح در خانه شمعون فریسی است و در حقیقت در این آیات که عیسی مسیح درباره مرگ و صلیب خودش پیشگویی می‌کند. اینطور می‌خونیم، میگوید و یکی از فریسیان از مسیح وعده خواست که با او غذا خورد. پس به خانه فریسی در آمده بنشست. که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود، چون شنید که در خانه فریسی به غذا نشسته است، شیشه ای از عطر آورده در پشت سر او نزد پاهایش گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پاهای او به اشک خود و خشکانیدن آنها به موی سر خود و پایهای وی را بوسیده آنها را به عطر تطهین نمود. چون فریسی که از او وعده خواسته بود این را بدید، با خود گفت اگر این شخص یعنی عیسی اگر این شخص نبی بود، هر آینه می‌دانست که این زن کدام و چگونه زنی است که او را لمس می‌کند، زیرا گناهکاری است. عیسی رو به آن جواب کرده گفت ای شمعون یا ای فریسی شمعون، چیزی دارم که به تو بگویم. گفت ای استاد بگو. عیسی گفت طلبکاری از 2 نفر بدهکار بود. از یکی 500 و از دیگری 50 دینار طلب داشت. چون چیزی نداشتند که ادا کنند، آن طلبکار هر دو را بخشید. بگو ببینم کدام یک از آن دو را زیادتر محبت خواهد نمود؟ شمعون گفت گمان میکنم آنکه او را زیادتر بخشید. به وی گفت نیکو گفتی. پس عیسی به سوی آن زن اشاره نموده گفت این زن را میبینی؟ من به خانه تو آمدم، آب به جهت شستن پاهای من نیاوردی، ولی این زن پاهای مرا با اشکها شست و به موهای سر خود آنها را خشک کرد. تو مرا نبوسیدی، لیکن این زن از وقتی که داخل شدم از بوسیدن پاهای من باز نایستاده. تو سر مرا به روغن مس نکردی، لیکن او پاهای مرا به عطر تطهین کرد. از این جهت به تو میگویم ای شمعون، گناهان او که بسیار است آمرزیده شده است، زیرا که محبت بسیار نموده است، لیکن آنکه آمرزش کمتر یافت محبت کمتر یافت. پس مسیح به آن زن گفت گناهان تو آمرزیده شد. و اهل مجلس در خاطر خود تفکر نموده گفتند که این کیست که گناهان را هم می آمرزد؟ مسیح به آن زن گفت ای زن، ایمانت تو را نجات داده است، به سلامتی روانه شو. دوستان عزیز، در اینجا واقعی برای ما بیان شده که نیاز به تفکر و تعمق دارد، زیرا مطالب بسیاری که مربوط به قدرت و اختیار مسیح و همچنین راه نجات و طریق رهایی از گناهان است برای ما بازگو گردیده است و باید گفت که در لابلای همین واقع من و شما می توانیم بزرگترین درس روحانی را یاد بگیریم. جریان از این قرار بود که روز عیسی مسیح به منزل یکی از ملایان دینی به اسم شمعون دعوت شده بود و مسیح دعوت او را میپذیرد، هرچند غالبا آنها بر ضد مسیح بودند. میره منزلشون.
در آن زمان رسم بود که وقتی مهمانی وارد منزل میشه از احترام فوق‌العاده‌ای برخوردار میشه و ضمن احوال و پرسی روبوسی میکردن و سپس آب به جهت شستن پاهای مهمان میآوردن و قبل از غذا هم آب میآوردن تا مهمان دست خود را بشویند. و همونطوری که میدانید این رسم هنوز هم در بعضی از دهات‌های ایران و خاورمیانه موسومه. اما این فریسی از مسیح به عنوان یک مهمان عزیز پذیرایی نمیکنه و این نشان میداد که هدف او این نبوده که چون مسیح رو دوست داشته از او پذیرایی کنه، بلکه شاید مقصود از دعوت کردنش از عیسی مسیح این بوده که برای مقاصد شخصی خودش بهره بگیره و یا عیب و ایرادی یافته و بر علیه خود مسیح به کار ببره. حالا در این اثنا وقتی که مسیح در منزل این فریسی مذهبی بود، یک زن فاسد یا یک زن زناکار ولی پشیمان از اعمال بد خودش وقتی میشنود که عیسی مسیح در منزل این مرد بلند میشه و سرزده وارد منزل این ملای مذهبی میشه. حالا این زن میدانست که در منزل ملای یهودی از او پذیرایی نخواهد شد، زیرا ملایان دینی گناهکاران را به سیخ میکشیدن، از آنها دوری میجستن، به قول معروف سنگسار میکنن زناکاران را. ولی این زن به خاطر هدفی که داشت حاضر میشه کاری بکنه که هیچ کس دیگر نمیکرد. او سرزده وارد منزل میشه و در برابر همه در جلو پاهای مسیح شروع به گریه کردن و اشک ریختن میکنه و سپس بر پاهای مقدس مسیح عطر خوشبو میریزه. اشک ندامت و پشیمانی از چشمان این زن بدکار جاری میشه، زیرا در برابر خود مرد مقدس و پاک و خدایی رو میدید، مردی که خدا فرستاده بود. او قدوسیت خدا را در مسیح بود. او هرگز در برابر ملایان دینی و تعلیمات آنان احساس پشیمانی و تنفر از خود نکرده بود. تعلیمات ملایان دینی او را ملزم به گناه نساخته بودند. او هرگز دعوت خدا را در تعلیمات ملایان دینی نشنیده بود که بر گناهکاران ترحم خواهد شد. برعکس تنها چیزی که از آن دیده بود نفرت و خشم و نفرت بدی هم بود. ولی حالا در عیسی مسیح این زن قدوسیت خدا را میبینه، محبت خدا را میبینه. در برابر این قدوسیت این زن خود را گناهکار میبینه. در برابر محبت مسیح تسلیم میشه. او محبت خدا را میدید که گناهکاران رانده شده از اجتماع را نه محکوم بلکه دعوت به توبه میکند. او در عیسی مسیح نور امید را دید، تنها امیدی که وجود داشت. پس با گناهان خودش، با خطایای خودش به حضور مسیح میاد و در برابر او زانو زده و بدون بیان جمله‌ای به گناهانش اعتراف میکند. او فقط گریه و زاری میکرد. هیچ کس از حضار علت گریه او را ندانست، ولی مسیح میدانست که چرا این زن گریه میکنه. او میدانست که درد او چیه و نیاز او چه میباشه. آن زن عملاً در حضور عیسی مسیح به گناهان خود اعتراف نمود. عملاً با گریه و زاری و ندامت تقاضای بخشش و رحمت را نمود. و عیسی مسیح وقتی ایمان و توبه و نیاز او را دید، با قدرت خدایی و با محبت پدرانه رو به آن زن کرده و میگوید ای زن، ایمانت تو را نجات داده است. ای زن، بخشش خدا شامل حالت شده است. دوستان عزیز، آیا میخواهید امروز این بخشش خدا نیز شامل حال شما شود؟ عیسی مسیح امروز از شما دعوت میکند که به حضور او بیایید. او این کار را برای شما خواهد کرد. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد.
ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.